عملی می شده باشد. کابویاب کار، خانه، ماشین، خدمترسانی، تلفن. یافتم. замимаи мобилиро насб кун. Arzon.tj сайти эълонҳои бепул. از خود دوشنبه با همین اسب من برای خوردن زنبوروغ به فخرآباد آمدم. خب بیایید میرویم اسب سوار و زنبوروغ های فخرآباد را میخوریم و طعم و مزهش را برای شما میگیم که چگونه طعم دارن. رفتیم. دوستان عزیز، ما امروز در کجا هستیم؟ ما در مغازه زنبور فروشی هستیم. خیلی خوب و امیدوارم باشم من در آشخانه‌شان قرار دارم. اینا ببینید. خب این گوشت است. همین دگای زنبورو، کارتشکا. خب دوستان عزیز، من برای خوردن زنبوروغ از خود دوشنبه به همین جا اومدم. یادم که در سال پیش به اینجا آمدم فقط خیمچه ها بود و امروز ببینید که چقدر فراخ شده است و کارگرهای زیاد نیز دارن. ممازه؟ اصل باری نه، اصل باری. حواسی کسی رود بیاید. کارتشکاش چقدر درشون؟ بهتری نه خوشرو. خیلی زیبا میپزد. دوستان عزیز، این حال ما قرار داریم در میدان اسب دوانی یا اسب سواری فخرآباد. کسایی که به اسب زورتون نمیرسد باز یک وارد دیگر نیز هست. نه چی میخوای چی کاری اینجا شد؟ میتوانید که از خر استفاده کنید. خر هم اونقدر بد نیست. مثل که رنج سور نمیشوید و زپروش سور میشوید، اما قدر فرقیت داره. میگم بیننده های عزیز همین خر نموره. دیدم با همین خر هم میسوزه. رفتیم. این رنگ همون وای. این ماشین رنج رو بیداریم. این چی؟ ژیگولی کو؟ ژیگولی چی؟ زپروش است. زپروش. های کنه. دوست عزیز رنج رو بیدارشه های کردیم. کو بینیم کنی این نه این برای خوردن نیست، برای تماشا. دوست عزیز دیدید چه خوش رو میتوانید کودکاتون بیارید، کودکاتون با سنگ پشتا بازی کنن، تماشا کنن، میتوانید خریداری کنید. اینه دستمون. دوست عزیز شما میتوانید که در آغوش این کوهسار برای خودتان حتی بدون یگان تلفن، رادیو، یگان چیزی دیگر موسیقی دلخواهتان رو درخواست کنید. چگونه؟ ما برای شما نشان میدم. رفتیم بچه‌ها.